دوستان عزیز ما در تمرین دسته فایزکندی ناحیه بوسه قرار داریم. چون ناحیه بوسه گفتیم منظور اون نیست که دسته فایزکند در ناحیه بوسه و هیئت ایجادی برنامه فوتبال تاجیک در بوسه قرار داریم. نه، ما در میدان ذخیروی ورزشگاه مرکزی قرار داریم که اصولا دسته فایزکند اینجا تمرین های خود را برگزار میکند و ما البته روند تمرین امروزه دسته فایزکند را خواهیم نوبرداری کرد و تا جای امکان البته با سرمربی و فوتبال بازان دیگر درباره فعالیت دسته در موسم امسال صحبت خواهیم کرد. ما رو همراهی کنید. مشق یک روزه دسته است چی بارت است اصلا؟ من مشق همین روزه. مشق امروزه روی نقشه گیریم. اگر بعد از بازی که با استقلال گذراندیم ما یک روز بچه‌ها استراحت دادیم. امروز فقط بدن آماده کردم برای یک هفته ای که تمرینی که پیش از بازی است. برای امروز ما فقط آمادگی برای فردا ما مشق فیزیکی داریم، مشق صورتی داریم. امروز فقط بدن آماده کردم برای فردا تمرینات. فایزکند قبل از آغاز موسم با دشواری‌های عمده روبرو گشته، سرمربی دسته متخصص ایرانی مسعود نظرزاده سمت خود را ترک کرد و جلال مجیدوف که از روز اول تأسیس یابی دسته اینجا فعالیت میکند جلوی رهبری را به دست گرفت. خیلی که میگن دسته بیگانه نیست. ما 5 سال است که در این دسته کار و فعالیت کردیم. رهبریت دسته با خلاصه آمد که ما سرمربی دسته را به عهده گیریم. ما هم با یک یاردمچی خوب در کار بود. با خلاصه آمد که یک محمد علی صادقی گفتنی بازیگر خوب است و مربی خوب بود. مصلحت شد که ما دو کسا هم دسته را رهبری کرده امسال سرمربی این دسته را به عهده گیریم. خصوصی اون است که سرشوی مفصل ما خوب سر کردیم. مثلا مشق تمرین از زمستان سر کرده، دیر هم سر کرده باشیم که خوب گذشت. در باورستان هم فکر میکنم که برآمد هم خوب کردیم. سرشوی مفصل هم خوب بود. از بس که از سبب اولوی محمد علی صادقی دسته را ترک کرد با همه نگاه نکرده خب ما مشق تمرین دوام داده استادیم. راستی که من ترین با من خیلی پسند است. حکای جلال‌الدین مجیدوف من فخر میکنم که با این خیلی مربی کارنامه ورزشی خود رو پیش میبرم. ببینید که مربیتون اصلا مربی نو است. خب تاکتیک و اسلوبش معقول است. مربی خوب است. هر دو مربیمون مردشون مربی خوب هستن. تاکتیک همش خوب است. فایزکند یگانه دسته هست در چمپیونات که به قول دیگر بگویم همه بازی های خود را در سفر برگزار میکند زیرا میدان خانگی ندارد. البته این برای ما مشکلی خیلی کلان است که ما به مخلص در میدان های دیگر بازی میکنیم. این برای ما یک مشکلی خیلی هم جدی است و ولی ما با این نگاه نکرده بازی خود رو در خانه خوب میگذرونیم و در خانه خود چند غلبه هم کردیم. بسیار ناراحت می و مخلصان باور کنید
بازیگری 12 میگن افسوس که ما همه بازی خیر گیریم اگر تمام بازی ما در سفر است ما بازی خانگی گویا نداریم با این نگاه نکرده خیلی ما بازی کردیم مخلصان ما یک میخوایم که یک بازی خوب نشون بدیم مخلصا شاد گردانیم برای خیلی کوشش میکنیم حرکت میکنیم که چیکار کنیم اگر علاج دیگر نداریم باید بازی کنیم موسم تا آخر انجام رسونیم با گذشت 12 دور فایزکان 3 غلبه کرده در 3 بازی دیگر مغلوب شده است و 6 بازی را با مساوی انجام نموده 16 گل زده و همین مقدار سر داده است. نمیخواد که فوتبال است فوتبال در یک سمت یک موسم در یک سمت بازی کردن خیلی دشوار است بازی میشد که بازی خوب نشون میدن بازی میشه که بازی با خیلی بازی نمیرود این همش این فوتبال است یگان و این نداره به فکر بازی خوبم بسیار بازی که بازی بدم بود فوتبال است نه کاملا ما فهمیدم این چی در دسته فایزکان چند لیگنر هم هست اما اصولا زبان در دسته اصولا زبانی تاجیکی است چرا چون که انقریب همه لیگنرون دسته فایزکان با تاجیکی حرف میزنند. زبان تاجیکی میدونی؟ کم کم سخفایی نیست باشد به هر صورت از کجا آموختی زبان تاجیکی را؟ همجا تاجیکستان در دسته با بچه ها تاجیکی گپ میزنی؟ بسیار گپ زنه بعدی من چه خیلی گپ میزنی با بچه ها؟ تاجیکی تصور کنه که ما هم کمان شما یک چی بگین؟ نه کمان میگم من سخفایی نمیدونم کم کم میدونم تاجیکی بگه که من کماندای ما کی من پست گذاشتم چه کاری است آن چیزی که مربی میگه میفهمی نه من فهمم در روند بازی هم میفهمی فهمم اما بین هم وطنان خود با زبان خودتون گپ میزنید موفقیت برای شما ببینید که در زمانی که با بچه ها توصیه میدادید با زبان صرف تاجیکی گپ میزدید اما در حقیقت میبینیم که چند نفر بچه های لیگنر هم هستن آیا آنها شما را میفهمند؟ میفهمند که یک مدت زیاد که همراه تمرین میکنیم همراه بازی میکنیم سخنان تاجیکی هم خیلی آسان هستن که اونا در از خود میکنن ما با زبان تاجیکی صحبت میکنیم مقصد ما میفهمیم ما چی مقصد داریم و رفتی تمرین چه میگذرد در روند بازی چی در روند بازی هم با زبان تاجیکی صحبت میکنیم آنها میانی هم با بچهای تاجیک با تاجیکی صحبت میکنن با تاجیکی هم صحبت نکنیم که صحبتی که تاجیکو که از اونها طلب میکنن چی خیلی بازی کردن در کورت اونها میفهمن هم چیزی که تاجیکو میگن همون اجرا میکنن یعنی به قولی که زبان فوتبال یک است بله زبان فوتبال یک است بله اونها تاجیکی رو میدونن اونها تاجیکی رو خیلی خوب میدونن و باز میشود روسی انگلیسی نه اونقدر ما ساز انگلیسی رو گپ میزنیم نه گپ میزنیم خب بعضیش میدونن دیتاش نمیدونن گپ میزنیم شما انگلیسی رو نمیدونید کم میدونیم اوکی هلو اوکی در پیش بازی با خطلان است اما مجیدوف از دفاعگران اساسی خود محروم شده است. خب حریف خوب میدونی نه خطلون هم میدونه که چگونه بازی میکنه بله میدونیم بازیگراش همش میدونیم خیلی بازی میکنن دیده ایستادیم ممکن خیلی بازی با مربی گپ میزنن بازیاشون هم میبینیم تحلیل میکنیم
اصولا محسن جان همین تحلیل های شما با کدام طریق میگذرد؟ یک جا میشینین یگان ویدیو تماشا میکنین یا اینکه چگونه تحلیل میکنند یک حریفی را که در پیش بازیش ایستاده است؟ بازیاشون هم مربی‌ها میروند میبینن بازی که پیش از ما انجام میدن میرن مربی‌ها میبینن بعدا اومدن بودن میگن که چگونه بازی میکنند کدام موقع سست‌تر است کدام موقع سخت‌تر است ما هم اش رو میبینیم بعد گفتگی هم مربی را در بازی اجرا میکنیم. با سبب‌های نامعلوم دو بازیگر اساسی دسته رو ترک کردن. مشکلی در اون است که دو بازیگری که ترک کردن بازیگرای خط دفاع است. یک دفاعگر دیگه کارت سوق دارد. کمتر مشکلی پیش از بازی خطلان در اون است که سه بازیگر دفاعی بازی نمیکنن. خیلی هست بازیگرایی که در ذخیره هستن بازیگرای خط دفاع ما مجبور میشه که اونا رو تیار کنیم با بازی خطلان مشق تمرین کرده میبینیم با در هیئت کی در هیئت اساسی به میدان میبرد مقابلی دسته خطلان. من در پیش آغاز ترانسفری تابستانه هست. تصمیم هست برای کسی رو به دست دعوت کردن؟ بله ما فکر میکنم اول پیش از همه این دو بازی که با خطلان مانده است این بازی رو گذرانیم بعد با راهبری یک مصلحت خوب کنه که ما شرایط مالیوی هست که ما یک بازیگرای خوب دعوت کنیم بعد از دو بازیگر رفتن و بعد یک چند بازیگر دیگه با فکرم که دسته ترک کردن برای میخوام که یک سه چهار بازیگر دعوت کرده دسته رو پرقوت کنیم. البته ببینید که مسئله اصلی و اصولی این مسئله مالی است چون که در آغاز موسم با همین علت سرمربی عوض شد و سرمربی رفت. حال حاضر وضعیت مالی دسته در کدام پایه است؟ حاضرش حاضر گیریم اگر اینقدر بد نیست که ما فکر داریم که تا مرحله دوم بازیگرای خوب دعوت کرده تونیم اگر خوب میشد خاک وضع مالیوی دیدن در کار که روبری چی میگه اگر ما اگر قوت دعوت کردن این بازیگر رو داشته باشیم با خوبتر میشه. اینا بعد از بازی خطلان شیتا با روبریات مصلحت میکنه. اگر خیلی پول می داشتید کی رو به دست دعوت میکردید؟ اگر پول می داشتیم ما بسیار بازیگر رو دعوت کردیم بودیم. افسوس که ما هم با چه که امکانیت داریم هم که بازیگرای دعوت می‌کنیم با همه اینا گونه کارا بازیگرای خوب هستن بازی میتونن بازی کنن اگر باشد کمتر دیگه دستگیری مولوی شود فکر می‌کنیم اگر ما با بچه‌ها دست نتیم و مرحله آینده بازی آینده با هم بچه‌ها بازی کنیم فکر می‌کنیم یک نتیجه خوب باید نشون بدیم اگر باشد که کمتر بود دستگیری مولوی باشد. بغیر از آنکه که فایزکن میدان خانگی خود را ندارد تمرین‌های خود را نیز در میدان ذخیروی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر میکند که آن نیز علت و کمبودی‌های خود را دارد. چگونه که گفتیم این میدان ذخیروی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه است اما چگونه که دیده ایستادیم در اینجا چند از دسته ها تمرین میکنند. یک قسمت آن را دسته فایزکن استفاده میبرد در قسمت های دیگر حال حاضر حتی مسابقه هم رفته ایستاده است اما در همین حال دسته فایزکن مشق میکند و اصولا باید بگوییم که برای آنها البته یک ناراحتی هم هست زیرا آنها نمیتوانند که همه جزئیات فوتبالی را در اینجا کارکرد کنند. البته ناراحتی هست ولی ما باید که تمرین‌ها رو پیش بریم از حساب میدان ما کمتر تنقیسی میکشیم ولی این برای ما یگان پرابلم شده نمیتونه. روز میشه که مثلا میدان پول میخوری بازی میکنیم همه تمرینایی که هستن همه کار میکنیم هر روز میشه که نیم پولیت نفوذ در کره خوب میگذره. ناراحتی در است که ما یک خیلی تمرینایی هست که باید همه میدان استفاده بریم. افسوس که ما در نیم میدان تمرین میکنیم و شما خود دیدید که در یک میدان دو دسته تمرین میکنند. حقیقتا ناراحتی هست که ما مشق تمرین که نقشه کشی میکنیم میبینیم بعد یک دسته دیگه با
дар ин майдон тамрин мекунад, як мушкили зиёде ба мо мебинем. аммо коркарди вазъиятҳои стандартиро ба қавли пурра истифода мекунед ё не? Не, агар гирем стандарти истифода бурда мешавад, не ки мо он машқҳое ҳаст ки тамоми майдонро бояд истифода бурд бо ду ҳайат. афсус ки мо бисёр вақт наметавонем ки бо ду ҳайат дар як майдони калон як машқи тамрини пурра гузаронем. бо ин ҳама файзкан ин мавсим низ вазифаҳои худро дорад ки усулан аз қабл тағйир наёфтаанд. имсол дар назди файзкан чӣ вазифа гузошта шудааст? имсол ҳар сол мо як вазифа дорем дар панҷгонаи аввал. шумо медонед ки формате ки федератсияи футбол қабул кардааст моро водор мекунад барои ҳар як хол мубориза бояд бурд. ман фикр мекунам ки ҳама дастҳо на балки мо ҳама дастҳо кӯшиш мекунанд ки дар ду марҳилаи аввал дар панҷгонаи аввал бошанд. мо ҳам инчунин мехоҳем ки дар панҷгонаи аввал бошему муборизаро барои ҷои намоён муборизаро давом диҳем. ман он чизе ки мехостем дар бораи дастаи файзканди ноҳияи восеъ барои шумо дар ин барнома қисса кунем. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. хайр.